حجم از قارچ و پنیر که بیاد روی این ساندویچ ابوالفضل تدیگو ببین 50% آفر خورده، فقط 145,000 تومان. یه برگر، یه ژامبون، یه برگر دیگه، یه ژامبون دیگه، اینم یه چوریزو. اینم از تدیگ قارچ و پنیرش. اوه جونم به این سوس، صحنه رو نگاه کن. این قول برگر با 50% آفرش فقط 145,000 تومان. 50%də 10 günə zədə təxfifimiz vardı. Hər kəs gəlsə xidmətindəyik. Hər yerdə bu əti verməzlər. Məxsus bu kebab Türkünündür. Bu ətin rəngini görürsən, surətidir, surəti. Ətin həzmini görürsən, hala növbət estek keçir. Əhbət canuyum, baturalanım. Ətdir, kebab Türkü xalisətdir. Bəhbə kebab Türkiyə bax canuyum, yeri boda belə bana. Boda, ay maşallah, bəhbə. Kebaba bax canuyum yeri. سس کف پیتزامون چیلیتایه، یه ذره پنیر میریزیم کفش. حالا این هوا پپرونی میخوره. این پیتزا پپرونی با این حجم 50% آفر خورده. یه ذره قارچ بلنچ میزنیم. حالا نوبت پنیرشه. میبله پنیر وروخ پپرونیا. حالا یه ذره فلفل دلمه میزنم. این پیتزای پپرونی نوستالژی با 50% آفر شد فقط 105 تومان. بریم یه قارچ topu. Hala göbələkləri atıldırıq, dağıdırıq qəşə, bəhbə, bəhbə, göbələyə bax. Bir belə pəniri də tökürəm bu qarşının üstünə, bəhbə. Bəhbə, pənirin keyfinə bax, maşallah. Əhbə, pənirin keyfinə bax, bəhbə, bəhbə, pənirə bax, bəhbə. آب گوشت برگر رو نگاه کن. ساندویچ ویژه برگر ویچ دهقان 4 تا ورق ژامبون گوشت داره. 2 تا از این فیله‌های طعمدار شده و مرینه شده میاد روی این 8 تا ژامبون. 8 تا بود، من اشتباهی گفتم 4 تا. حالا یه دونه این برگرهای جذاب خودشون هم میاد رو شدن و نصف میشه. اولین آیتم از این ژامبون میاد رو نون، اینم دومیش. حالا یه هات داگ درشت میاد روش. حالا یه برگر مخصوص خودشون هم میاد روش. این ساندویچ 50% آفر خورده. ابوالفضل تدیگو ببین 50% آفر خورده. این ساندویچ زاپاتاشون که مراحلش رو دیدیم فقط 145,000 تومان. راحت 2-3 نفر رو جواب. توش هم هات داگ داره، هم برگر داره، هم پیله داره، هم ژامبون و کلی هم قارچ و پنیر. بهترین kebab Türkiyə Morq Tehrandır baba, bax be. Bax, yesən təmindən, gətirsən bir də. Hala növbəti kebab Türkiyə ətdir, bəhbə. Bəhtərin kebab Türkiyə Tehrandır baba, bax be. Xalis ət, estek, bəhbə. Abi quşda niqah kon, kebab Türkün suyuna bax kiran. Yesən təmindən doymasan. Heç yerdə yoxdur Tehranda. Yiyə bilənməsən də, tapa bilənməsən də. این ساندویچ کباب ترکی که همچین حجم و ابعادی داره فقط 95,000 تومانه. یه همچین سس مخصوصی هم میاد روش. 10 روز وقت داری بیا این ساندویچ مشو با 50% آفر بزنی به بدن. باورت نمیشه ساندویچ کباب ترکی اینجا میتونی بزنی 95,000 تومان. اصلا یه قیمتی گذاشته آدم تشتکش ترک میخوره. 50% برات آفر گرفتم. 10 اسلایس ژامبون گوشت با یه مشت پر قارچ با یه مشت پر پنیر میشه ارزون ترین ژامبون تنوری حال حاضر تهران فقط 110 تومن. این هات داگ با این پنیر تدیگی با همچین رخ کاری فقط 92,500. برای بچه شرق تهران برگر ویچ دهقان افتتاح شد. به همین مناسبت 10 روز رو کل و مجمعین غذاش براتون 50% آفر گرفتم. اینجا شما میتونید از تقریبا 80-90 تومن ساندویچ بزنی به بالا تا گرونترینش واسه در میاد 100 خورده ای. باورت نمیشه. 10 روز وقت داری، تاریخش تو کپشن برات نوشتم. اینجا میشه تهران پارس، خیابون استخر بین بوستان 5 و 6 بلاک 166. برگر ویچ دهقان، همه غذاهاش یک کیفیت بالا. ساندویچای حجم مشی میزنه. کباب ترکیش که بی‌نظیر، هم پرسی داره هم ساندویچی، یه قیمت خیلی معقول. پیتزا اینجا شما تقریبا از هولوش بکنم 100 تومن 90 خورده میتونی بزنی. برو تو بالا، هم یه نفره داره، هم 2 نفره داره، هم خانواده. این سیب ویژه قارچ و پنیر شما خودین تدیگ پنیر که روشه فقط 100 تومنه قیمتش. ژامبون تنوریشون باورت نمیشه فقط 110,000 تومنه. 10 تا اسلایس ژامبون گوشت با کیفیت داره، کلی قارچ و پنیر با 50% آفرش شده 110 تومن. الله اکبر به این قول برگری که 2 تا برگر داره، هم بیکن داره، هم قارچ و پنیر، هم چوریزو. 290 بوده فقط شده 145,000 تومن. 5 نفر هم جواب خدایی. ولی این پک برای 2 نفره 390,000 تومن ناموسن میصرفه. ساعت کاری چجوریه؟ ساعت 12 تا ساعت 12 شب هستیم.
خب ارسال به کلیه اینو بیرون برم میدی؟ کلا همه این پکا رو بیرون برم میدی. بابا چی میخوای دیگه؟ کجا باید بیای حضور خاصی؟ هروی شمس‌آباد نبچه کوچه سفر رنجبر هم بیرون صندلی داره هم داخل هم یه سالن شیک و نقلی و ترتمیز. بترکونیش دیگه بچه‌های شرق ببین همچین پکیو نمیتونی جایی پیدا کنی. خوراک خودتونه. خدافظ.